حاجی من دوست دخترم باردار شد، الان زنگ زدم به بابام میگم چیکار کنم، میگه بیای خونه تو رو هم باردار میکنم. مگه پسرا هم باردار میشن؟ داداش این دختره که اوکی کردی، الان زنگ زده میگه ما خانوادگی فتیش پا داریم. میگم یعنی چی؟ میگه اگه میخوای با من باشی بعد شبا پای بابا ماساژ بدی. میگه بابا میخواد ببینه چقدر پای داری. حاجی پشمام من ریخته. محمد بابا دهنت سرویس، شماره منو یه روز به این دختره دادی، الان بهم زنگ زده گفته داداش خونه تنهام خیسم بلند شو بیا پیشم. حاجی اینا خونه‌ش سشوار نداره. الو مهدی گوشی دستت؟ خسته نباشید. کتونی زنیده تا چه سایزی دارید؟ تا 40-41. الو داداش الان اومدم مال این دختره کتونی بگیرم، گفتم سایز چنده، گفته 75. میگم تا 40 بیشتر نداری. الو فرین حاجی، من مام بزرگم و بابا بزرگم 70 سال زندگی کردن، هنوز بهش میگه حاج آقا. من الان دختره رو شمارهش گرفتم، میگه شمول طلای من کیه؟ چیکار کنم؟